ناحیه وسیع ولایت ختلان این تراکتورها را چند سال پیش برای آسان کردن کار دهقانها داده‌اند. هر کسی سوزشواری ریخت باید از آن بپول استفاده کند. اما ساکنان شکایت دارند که نه همیشه به تراکتورها دسترسی دارند. همین تراکتورهایی که گرفتیم خیلی 70-80 تا در ناحیه وسیع قریب تای 200,000 دم استفاده من تراکتورهای MTT زیاده همه همی‌ها به صفتی تراکتورهای شخصی استفاده می شود. تراکتورهای استحصال بلاروس را بر اساس یک طرح دولتی به کشاورزان منطقه کولاب داده‌اند. به ناحیه وسیع 89 تراکتور رسیده است. اختیاری آنها در دست جماعت هاست. هدف طرح یاری به کشاورزان است تا سری وقت زمین را شدگار کنند و حاصل را جمع بیارند. ساکنانی که به نام آنها تراکتور داده شده است بیشتر در جفت زمین استفاده میبرند. بعضی از دهقانان میگویند سالهای اخیر بعضی از تراکتورها چون مال شخصی استفاده میشوند. رئیس ناحیه وسیع بعضی از این موردها را تصدیق کرد. همین دو تا سه تاش هم خیلی اینا حل میکنیم اینا حل میکنه که مثلا با همو در همون لایه هم خیلی وقتی که پول کسی که جمع میکنه میتا همون پولش در تراکتور خدمت رسونیش میکنه همین خیلی توفا نمیتا او. در ریاست کشاورزی منطقه کولاب گفتند که تراکتورها اجتماعی است نه شخصی و مقامات باید نظارت را جدی کنند. 469 عدد ماشیناتی که در منطقه وارد شدگی است مورد استفاده قرار دارد باید در جمعیت استفاده شود. برای جمعیت است قراره که لایحه خودش اینامش معلوم است که جمعیت چارگاه استفاده برندگان همین را باید رئیس‌های جماعت، کاتب، رئیس کمیسیا که طبق قرارهای رئیس شهر نویو در محل در شهر نویو فعالیت میکنند باید موافق همون شهرنامه سه طرفه نظارتشون پرزور کنند و براه مونند. استفاده از تراکتورهای به اصطلاح مردمی هر سال در موسم کشت و کار و جمع‌آوری حاصل رو میزند. دهقانان میگویند این طرح دولتی نباید به نام آنها ولی به کام دیگران عملی شود.